اگر که شما آمدید با مردم اینجا با زبان خودش صحبت نکردید، با فرهنگ خودش صحبت نکردید، پس شما حکمت رو رعایت نکردید، موعظه حسنه رو رعایت نکردید. چگونه شما میگویید که من داعی اسلامی هستم، من دعوتچی هستم، من مبلغ هستم، میخوام مردم رو اسلام بیاموزم؟ برعکس شما مردم رو از اسلام بیرون میکنید، نفرت مردم رو زیاد میکنید. مردم روس و مردم تاتار با نماینده رسمی کشور ما همش صحبت کردن نمیتوند تا اینکه بداند که تاجیکا چگونه‌اند، چی فکر دارند. با اینتلیجنسیای ما صحبت کردن نمیتوند. اینتلیجنسیای ما که در اینجا زندگی میکند، کار میکند، یا سفیر و کنسول و دیگر مسئولین زیاد در بازار نیستند، در مترو نیستند، فقط اداره‌ها میروند میآیند. ولی مردم روسیه شما را میبیند در بازار و در کوچه و در جای کار، در همه جا شما را میبیند. سفیر واقعی کشور ما شما هستید. اینا سفیرای رسمی هستند، دیپلمات‌های کسبی هستند، ولی ملت رو معرفی کننده شما هستید. ما باید یک نکته رو اعتراف کنیم، همون که امروز کلمه مهاجری تاجیک یا عموما تاجیک و مهاجر با در معنای منفیش دیگه قریب که هم معنا شدن، سینونیم شدن. خیلی بد است که رسانه‌های خبری اکثرا وقتی که درباره مهاجرین گپ میزنن، میگرانت ها گپ میزنن، حتما در اونجا نامی چند تا از ملت‌های آسیای مرکزی بخصوص تاجیکان رو میارن. این از یک طرف نتیجه کاری غرضناک بعضی رسانه‌های خبری هست، از طرف دیگر شاید که رفتار بعضی هموطنان ما هم تاثیر رسانده باشد. دیشب وقتی که ما با دوستان خوراک شام می‌خوردیم، خودی هموطنان قصه ها کردن که چگونه برادران و خواهران تاجیک ما در تتارستان، من در فدراسیون روسیه، با رفتارهای خود در ذهن وطنداران اینجا فکری منفی به وجود میارن درباره تاجیکستان و تاجیکان. ما اکنون باید اینجا دیگه رو تعریف نکنیم، باید آشکار گپ بزنیم. دل من راستی بسیار میسوزد، دل هر کدام شما میسوزد که در خارج میخواین که وطن ما رو تعریف کنن، تاجیکان رو تعریف کنن، مسلمانان رو تعریف کنن، ولی رفتار بعضی از دوستان متاسفانه باعث آن میشود که ما را بیشتر تنقید کنن. بعضی دوستان وقتی که خارج می آیند در اینجا آزادی های بیشتر است. باید اعتراف کنیم که در مقایسه با وطن های ما در روسیه آزادی های بیشتر است. در مقایسه با اروپا البته اونجا باز آزادی های بیشتر است. مردم از آسیای مرکزی هجرت میکنند به روسیه، مردم روسیه هجرت میکنند به اروپا. ولی ببینید آزادی اینجا بیشتر است، مردم ما می آیند یک کمی سوء استفاده می شود. من دیروز یک قصه رو شنیدم، میخوام این رو بار دیگر به شما خاطر رسان کنم که وقتی که اینجا می آید روسا یک ضرب المثل دارن که چجای منستیر سسرین استوان میخواد و عبادتگاهی بیگانه با کتاب مقدس خودتون رفتن هیچ معنی ندارد. خب اگر که میخوای که کتاب مقدس خودت یا که آیین خودت عملی کنی، در عبادتگاه خودت این کارو کن. در از وطن خود هجرت میکنن میان در اینجا فرهنگ مردم، اعتقادات مردم، اخلاق مردم رو به نظر نمیگیرن، کارهای میکنن، لباسهای میپوشن، رفتارهای میکنن که مردم محلی کمی ناراحت میشوند و مجبور میشوند که علیه ملت ما، علیه مهاجرین ما اقدامهای یا که واکنشهای منفی کنن. باید که آمدی اگر شرایط رو به نظر گرفتن در کار، زمان رو به نظر گرفتن در کار، و این یکی از اسلوب دعوت است، دعوت اسلامی هست. اونایی که میگن که ما میایم اینجا دعوت اسلامی میکنیم، مردم رو دین میآموزونیم، ولی اصلی یا حکمتی دعوت را به نظر نمیگیرند، پس اونها دعوت اسلامی نکردند. پروردگار در آیه کریمه تاکید میکند که استعیذ بالله ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، به سوی پروردگارت با حکمت و با موعظه حسنه، یعنی با سخن نیک دعوت کن، مردم را بخوان. ببینید که حکمت رو پیش از سخن نیک گذاشته است خداوند در قرآن و این درست شرط اساسی دعوت.
اگر که شما آمدید با مردم اینجا با زبان خودش صحبت نکردید، با فرهنگ خودش صحبت نکردید، پس شما حکمت رو رعایت نکردید، موعظه حسنه رو رعایت نکردید. چگونه شما میگویید که من داعی اسلامی هستم، من دعوتچی هستم، من مبلغ هستم، میخوام مردم رو اسلام بیاموزم؟ برعکس شما مردم رو از اسلام بیرون میکنید، نفرت مردم رو زیاد میکنید. و من چون در اینجا میبینم در تالار اکثر جوانان و برادران استادانی هستند که خب با ما با شکل ارتباط دارند و یک علاقه عقیدتی و ایمانی بین ما هست. من این خواهش رو از یکایک شما دارم، همچون برادرتون، که شرایط اینجا رو به نظر بگیرید. چون من خودم چند سال 7 سال در روسیه زندگی کردم، اکادمی رو در مسکو تمام کردم و مشغول دعوت اسلامی و کار اسلامی هم بودیم در مسکو. کارهای زیادی رو با برادران مسلمان انجام دادیم. این وضعیت رو، این شرایط رو خودم تا حد شناس هستم. و نکته دیگر این است که باید ما و شما قانونهای این کشور رو در برابر فرهنگشان و رسم و آیینشان، قانونهایشان رو هم همون طوری که خود شهروندان اینها رعایت میکنن رعایت کنیم و حتی بیشتر از اینها، حتی بیشتر از خود شهروندان روسیه و ساکنان اینجا، چون توجه بالای ما و شما بیشتر است. فضا رو طور ساختن رسانه‌های خبری که هر یک آدمی موسیاه یا از چهرهش معلوم باشد که زاده آسیای مرکزی یا منطقه‌های دیگر است، الکی شما یک انسان شبهناک هستید. این عیب نه میلیسه اینجا هست، نه مسئول خدمات مهاجرت است یا کارمندان جنی است. فضا رو چنین ساختند، از لباس مسلمانی، از چهره مسلمانی قریب یک جنایتکار تراشیدن. ما باید این رو به نظر بگیریم. توجه بالای ما و شما زیاد است. برای این من خواهش میکردم که قانونهای این کشور رو از دیگران بیشتر باید رعایت کرد. خیلی جای تاسف است که هموطنان ما قبل از آن که بیایند به روسیه با قانونگذاری این کشور شناس نمیشوند، با رسم و آیین این کشور شناس نمیشوند. بسیار خوب میبود. ما حتما این رو البته بارها گفتیم در صحبت‌هایمان، ولی در آینده هم خواهیم برداشت. اینجا دوستان ما از مقامات مسئول هستند و کارهای هم کرده ایستادن. انصافا باید اعتراف کنیم، کارهای هم کرده ایستادن که مهاجرین ما رو قبل از فرستادن به روسیه باید آماده کنن، هم از لحاظ پروفسیا، یعنی تخصص، و هم شناس کنن. اقلا 2 هفته 3 هفته آنها رو با نقطه های اساسی فرهنگی این مردم، قانون های این مردم شناس کنن که در ایرپورت آمد چگونه رفتار کنند، با مردم در مترو، در کوچه چگونه باید رفتار کنند، بلند خندیدن، بلند با تلفن صحبت کردن، در جایهای جمعیتی از تلفن استفاده کردن ممنوع هست، بی‌آدابی هست، خلاف فرهنگ هست در همه جا، در همه کشور. درست است که در کشورهای ما عادت کرده ایم. برای همین ما یک از وظیفه‌های خود می‌دونیم که مردم رو همیشه تاکید کنیم و خواهش کنیم که قانون‌های کشوری موجود را رعایت کنند تا اینکه هم خودشون رو از مصیبت نجات دهند، هم خدمت به ملت کنند. درست است که کشور ما سفیر دارد در روسیه، درست است که کنسول دارد، دهها نمایندگانی ساختارهای گوناگون دارد. هر کدام اینا مسئولن که هم منفعت‌های کشور و ملت رو حمایت کنند، هم ملت رو معرفی کنند در نزد مسئولین این کشور. ولی فراموش نکنید که هر کدام شما در برابر این سفیر هستید. من این رو به یگان مبالغه میگم، چون که مردم روس و مردم تاتار با نماینده رسمی کشور ما همش صحبت کردن نمیتوند تا اینکه بداند که تاجیکا چگونه‌اند، چی فکر دارند. با اینتلیجنسیای ما صحبت کردن نمیتوند. اینتلیجنسیای ما که در اینجا زندگی میکند، کار میکند، یا سفیر و کنسول و دیگر مسئولین زیاد در بازار نیستند، در مترو نیستند، فقط ادارها میروند میآیند. ولی مردم روسیه شما را میبیند در بازار و در کوچه و در جای کار، در همه جا شما را میبیند. سفیر واقعی کشور ما شما هستید. اینا سفیرهای رسمی هستند، دیپلمات‌های کسبی هستند، ولی ملت رو معرفی کننده شما هستید. مسئولیت داره در پیش ملت، مسئولیت داره در پیش اسلام. شما 2 مسئولیت دارید، یکی مسئولیت ملی شهروندیتون، یکی مسئولیت اسلامیتون. اگر رفتار خوب اسلامی کردید،
مسیحی‌ها، یهودی‌ها، حتی مسلمانان مقیم اینجا هم میگن ببینید اسلام چقدر دینی زیباست، مسلمان رو چگونه تربیت میکند که یک جوانی با آداب، با فرهنگ، لباسای پاک و پاکیزه و همش شینم. پس مسلمانی همین است. چرا ما نسبت اسلام و مسلمان ها نفرت پیدا کنیم؟ اگر شما همچون تاجیک رفتار خوب کردید، عیناً همین گونه بهای مثبت نسبت ملت داده می شود که یک تاجیک نه اونه هست که گالوستیان در تلویزیون نشان میدهد یا دیگر مسخره بازان یا که دیگر ژورنالیستان که در مطبوعات و تلویزیون نشان میدهند، بلکه تاجیک واقعی اون است که من دیده ایستادم. پس این مسئولیت هر یکی ما و شما است که در جای خودمون، در مکان زیستمون، مکان کارمون ملت رو و دین مبینمون رو معرفی کنیم.